نیست به جون خودم نیست. بابا گیر دادی میگم نیست. خب چه کار کنم؟ نیست که نیست. باور کن لنگت تو دنیا نیست. بیا با اون قدم آهنینت، بیا بذار رو چشام، بیا تو برنامه. کی دیگه میتونه تو گردنهای پرپیچ و خم هراز 18 چرخ و بابار میلیگرد ببره بالا 30 کیلومتر تو تاریکی دستی رو بکشه سویچ تحویل بده؟ کی دیگه میتونه 150 کیلو دوزر رو ببره بالای سر بدون دوپینگ؟ بله هر کی هم میخواد بیاد آزمایش کنه. کی میتونه رو کورنری که خودش زده بره با ضربه سر توپ اون چنون با تور آشنا کنه که انگار 40 سال هم دیگه رو میشناسن؟ اندیشمند، خستگی ناپذیر، استراتژیکی، همه فن حریف، آچار فرانسه نظام که هر پیچی رو با اون دستای تواناش میتونه باز کنه. آیه دکتر بفرمایید استکان چای بدم خستگی در کنه. صبر کن ببینم این چیه واسه من آوردی؟ اینا کس این آوردی بریزم تو چشمی یه سیسی رو ببینم اون قولیتون کجاست؟ میخواین بازم چای بریزین دکتر؟ نه خیر، پس میخوام دست بکشم روش شاید یه قولی چیزی از توش در بیاد من از دست تو یکی راحت کنه. بریز میرم سوالات تو. یه نامه داریم آیه دکتر از یه بسیجی سیلی خورده کف به لب. نوشته این آقا محمود باید تو کلاس وزنی لاریجانی رفسنجانی وارد دعوا بشه. چی شده که یه نماینده پیزوری دوزاری مجلس هم هرچی از دهنش در میاد بارش میکنه و این جیکش در نمیاد؟ به خاطر اون نماینده پیزوری که نیست که اگه دید استراتژیکی داشته باشی استراتژیکی به مسئله نگاه بکنی چهره مقام معظمی رو که نمیخوام اسمش رو بیارم از خلال اون پیزور میتونی ببینی. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که از شوته پرسیدن قوی ترین موجودی که تا حالا تو دنیا دیدی چیه؟ گفت مورچه. گفتن چرا؟ گفت یه بار یه مورچه کوچولویی بود نشسته بود رو فیوز برقمون با یه میله آهنی زدمش که بیفته ولی آنچنان ضربه‌ای به من زد که پرتم کرد رو دیوار روبرو. وقتی که تو بیمارستان به هوش اومدم دیدم تازه دستم هم سوخته. آیه دکتر روشن شد یه همچی بذارم که پرچی به دیوار روبرو. روشنه ولی آیه دکتر همین بسیجی یه سال دیگه هم ولش کن بابا همین یه سوالت که جوابشو دادم از سر و کلش زیادی بود. از من سوالای خطی بپرس. منظورتون خط سیاسی آیه دکتر؟ نه خیر پس خط نستعلیقه که روزی دوبارم از روش سرمشق بنویسی. باشه دارم خطی دارم مثل شیر خط کوفی. عملیات برادرها تو عراق مگه خط مقام عظما نیست؟ چرا شما گفتین که عملیات برون مرزی لازم نیست؟ تو وضعیتی که هیچ کی طرف برای ایشون خود نمیکنه شما هم بله آی دکتر؟ اولا بله و بلا رو به دادم آستری هم میخواینا کس شما هم بله. ثانیا من نگفتم عملیات برون مرزی لازم نیست، گفتم الان اوضاع بیریخته یه مدت کوتاهی دست نگه دارین که بعدا بشه بیشترش رو انجام داد. گوش نکردن همین شد که میبینی آخرش هم من میدونم به جای خروج نیروها بیشتر نگهشون میدارن. عین کسی که زخم معده داشته باشه بهش میگه بابا یه مدت نوشابه گازدار نخور که خطر بگذره بعدا میخوری. اینو هر آدمی که سهله بسیجی هم که سهله هر خری هم میفهمه. سوال میری تو طویله یه تشت آب با یه تشت نوشابه گازدار میذاری جلوی خر به خصوص خری که زخم معده داشته باشه کدومشو میخوره؟ معلومه آبو میخوره. آفرین قربون آدم چیز فهم. چرا؟ چون خره. منم که با یه تیر دو نشون زدم هم بحث رو جا انداختم هم نشون دادم که با چه ارشمیدوسی طرفم این وسط. دکتر حالا که بحث عراقه چرا این داناییفر مشنگ منفور رو اونجا نگه داشتیم که روز در میون خرابکاری بار بیاره؟ یکی دیگه بذاریم جاش دکتر. نه که همینطوری آدم صف کشیده تا چش کار میکنه. مثلا کیو بذاریم جاش؟ جسارت شما فرصت نمیکنیم ولی با توجه به اینکه من رو ارشمیدس میدونین خب من رو بکنین سفیر. بابا 100 تا عملیات برون مرزی کرده 1000 تا رد و آدرس داره همینطوری نگاش نکن برای خودش تروریستیه. ورش داریم بذاریم کنار ناکس نخل لوبیا که نیست. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که شوتر رفت سبزی فروشی گفت آقا لوبیا سبز داری؟ سبزی فروشه گفت نه تموم کردیم. شوته گفت اشکال نداره یه رنگ دیگه بدین. روشن شد یا همچین بذارم که سبز و سفید بشی برای خودت. آیه دکتر در طول هفته هرچی تماس گرفتیم
گفتن دارین آماده سفر میشه. آره میخواستیم یه کانادایی بریم برای خودمون، ولی به دلیل همون تحریم های کمرشکن، نه چیزه، همون تحریم های بی اثر بی فایده ای که خارجی ها انجام دادن که هر شب که میگذره ما رو قوی تر میکنه، مجبور شدم که بیخیالش بشم و از خیر سفر گذشتم. سفرتون به کانادا سیاحتی بود؟ نه خیر، پس زیارتی بود. میخواستم برم زیارت امامزاده سید ریچارد دوم.